بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز 14 ماه شعبان است و امشب شب 15 ماه شعبان یا لیلة البراءه، شب براءت و در اصطلاح تاجیکی شب برات هم میگویند. بیایید ببینیم که آیا در این باره در فضیلت این شب و عبادت‌های مخصوص حدیث وارد شده است و صحابگان و تابعین اهل سلف این شب را چگونه می‌گذرانیدند. پیش از همه اگر به حدیث هایی که درباره این شب براءت آمده است نگاه کنیم، در اینجا کتابی احادیث و لیلة نصف من شعبان است که قسم علمی درر الثنیه تیار کردگی هستند. این کتاب آماده کردگی هستند. در داخل همین کتاب خردکک 30 تا حدیث درباره این شب را زنده داشتن، یعنی با نماز گذرانیدن و روزش را روزه گرفتن، در این شب دعاهای زیاد کردن و طلب رزق کردن و از این چیزها آوردگی هستند. اما از 30 حدیثی که تقریبا در این کتاب آوردگی هستند، فقط 2 تاش را امام البانی صحیح گفتگی هستند و 1 تاش را حسن گفتگی هستند. بقیه 27 حدیث همش در نزد تقریبا تمام محدثین یا ضعیف است یا متروک است یا عموما موضوع، یعنی بافته شده است. برای همین فقط همین حدیثی که از کثیر ابن مره و این چنین از معاذ ابن جبل روایت شدگی هست، پیامبر میگویند اذا کان لیلة النصف من الشعبان یغفر الله لعباده الا لمشرک او مشاهن. وقتی شب 15 شعبان فرا می رسد، پروردگار تمام بنده هایش را می بخشد بجز آنهایی که مشرک هستند و آنهایی که قهری هستند، یعنی مؤمنانی که با هم قهری هستند و در قلب حقد و بدبینی نسبت همدیگر دارند و با هم صحبت نمی کنند، عموما مقاطعه کردگی هستند، الله آنها را نمی بخشد. انا همین حدیث را امام البانی صحیح می کنند و این چنین بعضی از محدثین دیگر هم می گویند لا بأس به، در این حدیث هیچ مشکلی نیست، یعنی می شود که با این حدیث عمل کرد و حدیث در بیهقی و در ابن ابی شیبه آمدگی هست. پس اینجا یگانه همین حدیث که در این شب گناه ها بخشیده می شود، گناه های مؤمنین بجز مشرک و مشاهین یعنی قهری، و این چنین حدیث دیگری هست که امام البانی حسن می گویند، ولیکن اون هم عیناً با همین معنا، یعنی فقط نفرانی که اهل حقد هستند، یعنی به هم دیگر بدبینی دارند، آنها را الله نمی بخشد، یعنی آنهایی که قهری هستند بقیه را می بخشد. اما حدیث هایی که در این شب عبادت های مخصوص است، مثل نمازهای 100 رکعته، 1000 رکعته، دعاهای مخصوص است یا ذکرهای مخصوص است، یا اینکه این ماه رو تماما روزه نگرفتن، نه امروز روزی 15 است من باید برای اون که شب براءت بود روزه میگیرم گفتن، حدیث ها همش در این باره ضعیف است و این عمل درست نیست. ولیکن اگر من 13 14 15 شعبان رو همچون روزهای بیس روزه میگرفتم گفت، این مسئله دیگر است. اما مخصوصی روزی براءت کرده این روز رو روزه گرفتن، حدیث در این باره آمدگی اما ضعیف می باشد. و خلاف درباره این حدیث ها حتی در زمان تابعین هم بود که مثلا تابعینی که در شام زندگی میکردند مانند خالد ابن معدان و مکحول، اینها این شب را گرامی می‌داشتند و میگفتند آره حدیث ها در این باره صحیح هست و این شب را باید ما با عبادت های مخصوص گذرانیم. و حتی بعضی از تابعین هم بودند که در شب این شب در مسجد ها شب‌های 15 شعبان را میگذرانیدند. ولیکن علمای حجاز، آنهایی که در مدینه بودند، علل خصوص اصحاب مالک از جمله عطا ابن ربا و ابن ابی ملیکه و اینها میگویند حدیث ها در این باره همش ضعیف است. پس اینجا رو ببینیم که حتی در زمان تابعین درباره این شب رو آیا ما با عبادت گذرانیم و این شب مثل بقیه شب ها نیست، یا اینکه نگذرانیم این شب هم مثل شب های دیگری ماه شعبان است. حتی در زمانی تابعین اختلاف بود و اختلافشون برمیگردد به احادیث، برای اون که بعضی حدیث را بعضی از علما صحیح میگویند، بعضی از علما اون را ضعیف میگویند و مسئله در
سند حدیث اجتهاد کردن یک مسئله هست که علما می توانند بین خود یک حدیث را حسن گویند، یا اینکه بعضی ها گویند حدیث ضعیف است، یا اینکه بعضی ها بگویند که نه با حدیث این حدیث صحیح است، مثل اون که حدیثی که گفتیم امام البانی صحیح کردن. و حتی عزیزان اگر به یوتیوب داخل شوید، علمای معاصر زمان حاضره خودمون هم در این باره اختلاف نظر دارند. مثلا سعد العتیق که از دعات مشهور هستند و این چونین صالح المغامزی اگر در آمده ببینید میگویند که آره این شب از شبهای مخصوص است، گناه ها بخشیده می شود و باید در این شب طلب مغفرت کرد و تا می توان خود را از قهرگی و از این چیزها آزاد کرد. اما می بینیم که بعضی از علما از جمله استاد مصطفی عدوی میگویند یگان حدیث در این باره صحیح نیست. تمامی حدیث هایی که در باب شب شعبان آمده است همش ضعیف است. اگرچه البانی صحیح کرده باشند هم مصطفی عدوی که خودشون یک محدث هستند میگویند نه آن حدیث ها ضعیفند. پس این مسئله اختلافی هست. بعضی از تابعین این شب را شب مخصوص میگفتند، شبی که عبادت کنیم، شبی که توبه کنیم و قلب ها رو از قهرگی و از حقد و بدبینی پاک کنیم. بعضی از صحابه تابعین میگفتند نه این شب عادی هست. و علمای معاصر هم همین گونه، بعضی ها میگویند حدیث ها صحیح هست، بعضی ها میگویند حدیث ها ضعیف است و حتی محدثین در این باره اختلاف دارند. پس این شب را کسی اگر با نماز گذرانید و توبه کرد، خشوع کرد، او را نمیشود بگفت که تو اهل بدعت هستی، برای اون که در این باره اختلافی رای ها هست و بعضی از علما اجازه دادگی هستند و حدیث ها در این باره بعضی حدیث ها را بعضی از محدثین صحیح کردگی هستند. اما نفرانی که میگویند حدیث هایی که آمده است من ضعیف بودنش به همین رای را قبول کردم و من این شب را شب عادی میدانم، آنها را هم نمیتوان بگفت که شما گناهگارید. یعنی مسئله اختلافی شد، به هر دو طرف هم باید اجازت داد و یک طرف را گرفته یا یک گروه را کاملا اهل بدعت، یک گروه دیگر را کاملا یعنی از عبادت دور ما شماریده نمیتوانیم. به هر حال حدیث در این باره خیلی زیاد هست و بعضی از علما میگویند حدیث ها که خیلی زیاد است یک دیگر را قوی میکند، ولی چگونه ای که گفتیم امام البانی دو تا این حدیث ها را صحیح میگویند که این شب بخشیده شدن گناه ها هست به جز نفرانی که قهری هستند و آلوده شرک می باشند. انا این بود ملخص درباره شب براءت یا لیلة براءه. اما اینکه در این شب جمع شده در مسجد نشینند همه با هم و نمازهای 1000 رکعته خوانند و نمازهای 100 رکعته خوانند و حتی در خانه من امشب باید 100 رکعت نماز خوانم، 50 رکعت نماز خوانم، در این باره یگان دلیل آمدگی نیست که پیامبر گفته باشند، یا حتی حدیث ضعیف هم نیست که شما حتما باید 1000 رکعت یا 100 رکعت مخصوص در این باره نماز بخوانید. انا این کاملا بدعت می باشد. این بود ملخصی احکام لیلة البراءه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.